سلامی دوباره آموزش کاور سفیدی مو با رنگ در خدمتتون هستیم. قرار موهایشون رو ریشه گیری کنیم. همیشه این کار انجام میدیم براشون. موهاشون رو با رنگ براشون کار انجام میدیم و با رنگ سفیدیاشون رو کاور میکنیم تا جایی که امکان داره. موهاشون هلوهاش 80% سفیدی داره. نگاه نشون بده. موهایشون هست که میبینید رشد ریشه داره. ما دیگه این مو رو اصلا دکولوره نمی کنیم، فقط با رنگ روشنش میکنیم. قسمت پشت سرش یه مقدار سفیدیاش کمتره، ولی قسمت جلوی سرش حالا اون حجم سفیدیش خیلی بیشتر هستش. حالا الان براتون ترکیب رنگ و نحوه ترکیب این رنگ و گذاشتنش رو براتون آموزش میدیم که ببینید که ما به چه نحوی این مو رو اینقدر خوش‌بینیش میکنیم. این کار ما از یه رنگ 931 مارک کریتیو از مارکای دیگه هم میتونه استفاده کنید. بهش میگن 9 بژ که اولین شمارش 3 هست که طلاییه و 1 که دودیه، یعنی تون طلایی و گرمش بیشتره. از این استفاده میکنیم. یه رنگ 9206 از برند پرنسلی داریم، بهش میگن صورتی یخی که یه رنگ فوق العاده روشن هست. توی قسمت کاتالوگ شماره هایلایتراش هست، سوپر پلاتینا ها، و به عنوان شید های رنگی، تون های رنگی، چون میخوایم یه رنگ گرم و خوشگل داشته باشیم. یه رنگ دیگه پرنسلی داره 0602 که رنگ صورتی یا سرخابیش هست، به مقدار یه بند انگشت ازش استفاده میکنیم. و یه رنگ مسی شماره 5، من حالا مارک 3D لوکس داشتم و مارک های دیگه حالا پرنسلی کریتیو میتونید استفاده کنید. شماره 6/4 که اینم به اندازه یه بند انگشت استفاده میشه. حالا تو ترکیب میبینیم که ما به چه شکلی اینا رو ترکیب میکنیم. شماره 9/31 رنگ اصلیمون هستش که حجم بیشتر رنگمون رو تشکیل میده. ما قسمت ریشه هاش رو میخوایم رنگ کنیم و یه مقداری هم بعد از اینکه ریشه هاش رنگ گرفت قسمت پایین موهاش حالت رنگساز میذاریم که یک موی یک دست و یک شکل داشته باشیم. از 931 استفاده کردم. بعد از 9206 به مقدار نصف اون 931 هم میریزم. و به عنوان تون‌های رنگی، چون گفتم میخوام یه مقدار حاله صورتی داشته باشه چون خیلی طرفدار داره، از رنگ 0602 صورتی پرنسلی به اندازه یک بند انگشت، بچه البته یه مقدارم مالید این بغل مغلاش، و از رنگ 5/4 باز به همون دلیل 6/4 به دلیل مسی بودنش و داشتن رنگدونه گم، از اینم به اندازه 1 تا 2 بند انگشت. اگر مشاهدتون مسی بیشتر دوست داشت میتونید، یعنی گرمتر دوست داشت، بیشتر اضافه کنید. رنگ رو خیلی خوب با هم مخلوط کنید چون داخلش تون صورتی داره و این تون صورتی برند پرنسلی خیلی غلیظ هستش. یه مقدار خوب هم می‌ذارید. بعد اکسیدان 6% باش ترکیب می‌کنیم و میریم برای رنگ زدن موی مشتریمون. اکسیدان هم که گفتم از اکسیدان 20 ولوم 6% استفاده می‌کنید. مقداری که استفاده می‌کنید دقیقاً باید نصف حجم رنگتون باشه، نه باید زیاد اکسیدان داخلش بریزید. این رنگتون غلظتش باید بالا باشه، به دلیلی که این خانم موهاش 80% سفیدی داره. خب رنگمون رو آماده کردیم. بعضیا دوست دارن که خب به خاطر که سفیدی داره میگن که از قسمت جلوی سر شروع کنید. میتونید از قسمت جلوی سر شروع کنید، میتونید از قسمت پشت سر شروع کنید، ولی ما قاعدتا همیشه از قسمت پشت سر شروع میکنیم برای رنگ کردن موی مشتریمون. رنگ رو اول به قسمت هایی که رشد ریشه داره میزنیم و یه مقدار کوچولی میکشیم به سمت پایین روی رنگ های قبلی. فقط یک مقدار این کار رو انجام میدیم، کامل نمیکشیم پایین. دور تا دور سر رو میزنیم همینجوری لایه لایه. از پشت سر توی سفید رنگ هایی که موهایی که سفیدی دارن خیلی
با دقت رنگ زده بشه که تمام تارهای مو درگیر رنگتون بشه. همینجور ادامه میدیم تا بالای سر. قسمت بغل سر رو هم دوباره براتون فیلم میگیرم. خب برای قسمت بغل گوش هم بغل گوش سمت چپمون به سمت چپ هم میزنیم، قسمت سمت راستمون هم به سمت راست میزنیم. مو رو بر نمیگردونیم به سمت عقب. از بغل گوش ها شروع میکنیم، مواد کامل شروع میکنیم به زدن. بعد از اینکه کامل رنگ رو به مو زدیم نیم ساعت تا 45 دقیقه بهش تایم میدیم. بعد میریم برای مرحله شستشو و داخل سرشو یه مقداری به قسمت پایین موهاش حالت رنگساش از همین ترکیب رنگی که داریم به قسمت پایین موهاشون میزنیم. ببینید که قسمت های سفیدشون کاملا رنگ گرفته. الان میخوام قسمت پایین موهاش رو یه رنگساژ بزنم که همینجور تونه گرم پیدا کنه. حالا بعد تو طریق رنگساژ زدن رو هم میگیریم که ببینید. خب قسمت های تیکه های ضخیم‌تری از مو رو بر میدارید، از همون رنگتون که از قبل درست کردید برای قسمت ساقه ها استفاده میکنید و شروع میکنید به رنگساژ کردن. یه مقداری از رنگ رو بر میدارید از قسمت پایین تر از ریشه و شروع میکنید به رنگساژ کردن. همینجوری تا انتهای کار. فکر رو تا 20 دقیقه هم رنگساژ رو میتونید نگه دارید روی مو و تمام. میشوریم و براشیم.